بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران و عزیزان. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر تمام نعمتهاش. الله رو سپاسگزاریم به خاطر اینکه یک بار دیگر این توفیق رو نصیب راه ما کرد تا خدمتگزار شما خوبان و سروران باشیم در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل و همراهی جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. جناب دکتر، به نمایندگی از بینندگان سلام و خوش آمدید. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم هم خدمت شما و از اینکه باز فرصتی در اختیار بنده قرار دادید تا در خدمت بینندگان باشم کمال سپاس را دارم و همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت شما خوبان عزیزان که ما رو یاری میکنید در رساندن این پیام اصلاح و ساختار جامعه. به هر حال کلبه پله اول زندگی همون خانواده است و کلبه خانواده معیاری است برای ساختار کل جامعه. در خدمت شما هستیم انشالله دست در دست هم سعی میکنیم که گریه از جامعه بکشاییم و انشالله که دیگه فرمان هم دست آقای سلیمانی، حالا ببینیم که به چه سوی ما رو میکشونن. در خدمت هستیم. خدمت از ما جناب دکتر، در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان در موضوع خواستگاری سخن گفتیم و در این باب در خواستگاری نبود، موضوع قبلش بود، موضوع نفتی ما خواستگاریه. ما درباره مقدمات خواستگاری یعنی موضوع همسر مناسب صحبت کردیم با شما عزیزان، درباره یک همسر مناسب از دید آقا پسرها و یک همسر مناسب از دید دختر خانمها چه صفات و ویژگی‌هایی باید داشته باشه و نکات مهمی رو به همراه شما عزیزان یادآوری کردیم. و عزیزانی که شاهد برنامه نبودن دیگه به برنامه یوتیوب انشاءالله مراجعه خواهند کرد و اونجا مشاهده خواهند نمود. اما حالا ما اومدیم و انتخاب کردیم موضوع بحث همسر مناسبی رو، یک گزینه‌ای، یک پیشنهادی مطرح گشت و ما اون صفات مورد نظر خود رو در گم گشته و گم شده خود یافتیم و احساس کردیم که فلانی به درد ما میخوره و میتونه که به هر حال همسر خوبی باشه برای ما. در اون تلاشی که داشتیم، به هر حال بررسی‌هایی که کردیم و میزان و سنجشی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم، حالا با استخاره خودمون، با مشورت با اطرافیان خودمون، با در نظر داشت اولویت‌های خودمون به نتیجه رسیدیم. امروز می‌خوایم با شما در ادامه مسیر حالا در این باب صحبت بکنیم که حالا ما می‌خوایم بریم خواستگاری. حالا ما تصمیم گرفتیم می‌خوایم بریم خواستگاری و حالا با همراه جناب دکتر و همراه شما عزیزان به همراه آقا پسرها میریم خواستگاری و خب دختر خانم‌هایی هم که منتظر هستن دیگه، به هر حال خواستگار اومده. بعد از اون دیگه چه باید کرد؟ حالا مستقیم بریم خواستگاری یا نه؟ جناب دکتر هنوز اجازه نمیدن ما شما بریم خواستگاری. ما که فعلا اختیار داریم دست جناب دکتر تا ببینیم ما رو به کجا میرسونن. گرچه میگن فرمان دست سلیمانی است اما موتور و فرمان و چرخ و همه چی مال جناب دکتر است. اصلا این ماشین مال جناب دکتر، هر جا که ما رو سوار کرد و برد ما باشون میریم. ما فقط نشستیم بغل دستشون و همراه و که همینطور برها تنها نباشن تو مسیر. جناب دکتر ادامه مسیر اجازه میدید بریم خواستگاری یا نه هنوزم باید چیزای دیگه مد نظرمون باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. حالا حقیقتش رو بگم، از هفته گذشته آقای سلیمانی هی دو پاشو توی کفش کرده بودم که بریم خواستگاری، اما من گفتم نه، قبل از خواستگاری یه مورد دیگه هست که بسیار بسیار مهم هست، این رو باید بریم. حالا به زور تونستیم ایشون رو نگه داریم که دیگه دستش به زنگ میخواد خونه عمو رو بزنه و به اصطلاح درخواست غلامی بده. اما ما به هر حال من برای دیگران می‌خواستم برم خواستگاری. مال خودمون که تمام شد. خب برای هر کسی دیگه، حالا این بازم به هر حال دیگه آقای سلیمانی هست و ترس و وحشتی که هست، من می‌خواستم چند مورد رو امروز از ایشون مثال بزنم که دیگه مجبوراً باید اسم خودم رو در مثال ذکر کنم. قضیه اینی که به اصطلاح ما یه مواردی هست که بسیار حائز اهمیت هست. ما طرف رو پسندیدیم، ما رو پسندید، اما یه موردی هست که در ذهن جوانای ما خیلی وقتا گم است.
و طبیعی است، هم وجودش طبیعی است. برای همین ما این مثل این برنامه رو توصیه میکنیم هم به دختر خانم ها، هم به آقا پسر ها، هم به والدین که اولا خودشون استفاده ببرند و ثانیاً این رو به بچه هاشون بفهمونن که شما وقتی میرید خواستگاری، میرید ازدواج میکنید، ازدواج چون که طبیعتاً آقا پسرها با هم دیگه هستن، با هم این ور و اون ور میرن، طباع یکدیگر رو باش آشنا هستن. دختر خانم ها هم همینطور. و وقت ازدواج خب یک نوع غریزه به حرکت در میاد، در آقا پسرها رو به اصطلاح به طرف دخترها میکشونه. یک نوع خواسته هایی که در دختر خانم ها هست، خواسته ها گفتیم که فرق میکنه. اون چیزی که باعث میشه اون به اصطلاح پسر رو به اصطلاح تحریک کنه به طرف ازدواج یا با اون چیزی که دخترها رو غالبا تحریک میکنه فرق میکنه. انگیزه ها مختلف هست. با این وجود در تصور آقا پسر هاست که وقتی مثلا احمد آقا میره خواستگاری فکر میکنه که دیگه میره مثلا محمود رو میگیره، یعنی به این معنا که دیگه همون یه دوستی من دارم، تو خوابگاه با هم بودیم، تو نمیدونم دانشگاه با هم بودیم، مثل اونو من در کنار خودم خواهم داشت، اما به شکل یک خانم. و دختر خانم هم فکر میکنه که دیگه وقتی ازدواج کرد یعنی نرگس خانم رو کنار خودش خواهد داشت به شکل یه آقا، که این تصور اشتباست. این تصور چی باعث میشه که به اصطلاح ما در ابتدای زندگی، در مسیر زندگی با مشکلات خیلی حادی رو بشیم و اینو که به اصطلاح طرف نمیدونه که طرف مقابل چه ویژگی های فطری درش هست. این تصور اشتباه بودنش در کجاست؟ از کجا حاصل میشه؟ خب مگر نه گفتید که ما بعد همسر مقابل بعد دوست انسان باشه؟ دوستی غیر از، ببینید دیگه که اصلا محبت و دوستی معیارهای مختلف خودش رو داره. من با شما دوستم و در بین ما اختلافات بسیار ریشه‌ای هم هست. اصلا اختلافات بین آقایون با آقایون با اختلافاتی که در بین خانم ها با خانم هست خیلی وقتا خیلی به مراتب بیشتر هست از اختلافات فکری و فهمی که بین یک آقا با یک خانم هست. زندگی رو خداوند متعال، زندگی زناشویی رو مثل زندگی شب و روز قرار داده. شب مهم هست و اهمیتش بیشتره یا روز؟ هر دوتا مهمن، هر کی جای خودش یه نوع تکاملی به وجود میارن. مثلا یه مثال اگر بزنیم، مثل یه دوچرخه‌ای که حرکت میکنه با تا چرخ حرکت میکنه. حالا کدوم یکی از این دوتا چرخ مهمتره؟ چرخ جلویی یا چرخ عقبی؟ هر کدوم برای جایگاه خودشون، هر کدوم جایگاه خودشون دارن، اما شکل و شمایل یکدیگر رو ندارن. وقتی میریم یه چرخ میخوایم بخریم، چرخ به صد و چرخمون خراب شده، اون میکانیکه میگه که آقا چرخ جلوش یا عقبش. خب چه فرق میکنه؟ فرق میکنه. دنده هایی داره، تفاوت هایی که توش هست. این تفاوت ها در بین آقایون و خانم ها هست. این به این معنا نیست که مثلا آقایون بهترند از خانم ها یا خانم ها بهترند از آقایون. ذاتشون اینطوریه، ذاتاً اینطوری هستند. اما فطرتاً خداوند متعال آقایون و خانم ها رو از یک خمیره به نام انسان خلق کرده. در کل مفاهیم دینی قرآنی ما میبینیم که خداوند متعال با انسان حرف میزنه. قرآن از انسان میگه. حالا انسان، الان این انسان چه خانم باشه چه زن، مرد، چه مرد باشه. خیلی به ندرت ما میبینیم که خداوند میگه من ذکرن او انثی، که این برای تاکید بر اینی که حالا چه خانم باشم چه آقا، که نکنه آقایون بفهمن که این حکم یا این ویژگی مال اوناست. اما در عموم اینا با هم برابرند، برادرند، شقایق نساء و شقایق الرجال. اینا یک هدف دارند، یک فرمان دارند، یک دستورالعمل دارند، اما یه ویژگی های خاص خودشون دارن. الان این ویژگی ها رو ما از نظر فیزیولوژی در خانم ها از ابتدای زندگی میبینیم و از ابتدای تولد میبینیم. چیزایی هست که انکار ناشدنی است. خب وقتی که ما میبینیم یه ویژگی هایی هر یک از طرفین دارن، خب دیگه باید بفهمیم که وقتی ازدواج کردیم آقا پسر محمود رو نگرفت، دختر خانم نرگس رو نگرفت. یک انسانی که یک
جوانبی از من رو در من تکامل میبخشه. پس این دنده های ما دنده های رو در رو نیست، این دنده های کنار هم هست که اینا تو هم میره و یک نوع بسیار چرخش اون بسیار آسیاب شروع میکنه به چرخش. مثل تار و پود پارچه است. دقیقاً. اگر حالا تار مهمتره یا پود، تار به اصطلاح وظیفه‌اش پررنگتره یا پود، نه هر دو تاش، یکی مستقیم یکی به اصطلاح. اینه که باید درک کنیم. مثلا وقتی که ما میبینیم که از همون بعد تولد، وقتی که دختر خانم و آقا پسر رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم که اصلا آقا پسره بچه به اصطلاح 2 ماهه رو وقتی مادرش میخواد لباسش رو عوض کنه، میبینیم که این ور اون ور نگاه میکنه، این ور اون ور دستش رو تکون میده. دختر خانم رو میبینیم که هی زل زده تو چشه مادرش. آقا پسر تا بلند میشه کم شروع میکنه دنبال نمیدونم توپ میگرده، دنبال بازی های پسرانه میگرده، فطرتاً به اون سو سوق داده میشه خود به خود. و دختر خانم رو میبینیم که دنبال مثلا زندگی میگردن، از همون ابتدا عروسک و خونه درست کردن و فلان، ظرف و ظروف داره. حالا این قبل از اون مرحله هست که مثلا کسی بهش چیزی یاد بده، خود به خود در این فطرتاً به این طرف سوق داده میشه. خب وقتی که ما مثلا یک تفاوت‌های فیزیولوژی که در خانم‌ها و آقایون می‌بینیم، یعنی هیچ وقت ما انتظار نداریم از یک آقایی که مثلا حامله بشه، این انتظار خود به خود فطرتاً از خانم خواسته میشه. وقتی که بسیار در شکل و قیافه هم نگاه کنیم می‌بینیم که مثلا خانم‌ها شکل و قیافه طبیعتاً غیر از شکل و قیافه آقایون دارن. اگر مثلا فطرتاً آقایون محاسن دارند، خانم‌ها ندارند. خانم‌ها به اصطلاح اصلا در پزشک قانونی یک اسکلتی رو وقتی پیدا میکنن، فوراً پزشک میاد که ببینه این آقا زن بوده یا مرد، فوراً نگاه میکنه لگنش چطوری بود، شکل لگنش، شکل نمیدونم مخش، خب درک میکنه که آقا این خانومی بوده یا این آقایی بوده. این هیچ گونه به اصطلاح عیب و ایرادی نیست. وقتی حتی در قضیه به اصطلاح مخ یک زن به طور عموم به اصطلاح پژوهش‌های علمی رو ثابت کرده که این خودش یکی از به اصطلاح معجزه‌های حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که النساء ناقصات عقل و دین، موندن بعضیا که آقا چطور به زنها میگن که زنها عقلشون کمتر از مرداست و مردا نمیدونم چی. در قضیه دین خب فهمیدیم، آقا گفتن که زنها مثلا خواستار این که مثلا نمازشون کمتر از نماز آقایون هست، روزهشون احیانا روزه نباید بگیرن، احیانا طبیعت فطرت اونا رو به شیوهی سوق میده که اون مسئولیت هایی که روشون هست کمتر باشه. حالا چون که آقایون نماز بیشتر میخونن پس از خانم ها بهترن؟ نه خیر. در عبادت استسلام کامل هست. چون آقایون مهارشون رو گذاشتن برای دین، استسلام کامل، تسلیم کامل امر الهی شدن، اجر میگیرن. خانم ها در نماز نخوندنشون فرمانبر چی هستن؟ قوانین الهی. پس در نماز نخوندنشون اجر میگیرن. اینا پس هیچ گونه وجه برتری نیست. دو تا سربازان در یک میدان، یکی یک وظیفه داره، یکی یک وظیفه داره. ولی اینکه اصلا وظیفه این چند برابر این شکلش با اون فرق بکنه، نهایت نتیجه مهمه. اون دستور یک هدف دارند، یک دستور عملی رو پیش میبرند، یک نگهبانی رو دارند، یک به اصطلاح پروسه ای رو به پیش میبرند. همینطور مثلا در قضیه به اصطلاح نقص عقلی. نقص عقلی به این معنی نیست که مثلا کودن‌ترند یا نفهم‌ترند یا فلان، بلکه برای این مبناست که عقلشون، اون جمجمه‌ای که به اصطلاح خداوندی مخی که براشون خلق کرده حجمش کمتره. این در فطرت خلقت الان علم جدیدی رو کشف کرده که آقایون مثلا 1464 گرم به اصطلاح مخشون هست، خانم‌ها 1244 هست مثلا. خب این متوسط مخی که هست به اصطلاح حجمش که کمتر است به این معنا نیست که مثلا کاراییش کمتره. با همون حجم کمتر همون کارایی که خاص خودش هست رو داره، اون ویژگی که خاص خودش هست رو داره. خانم‌ها بیشتر از جنبه به اصطلاح راست مخشون استفاده می‌کنند که آقایون از جنبه چپش، چون که اصلا این وظیفه اینهاست. تکامل به این صورت به وجود میاد که مثلا در قضایای عاطفی خانم‌ها
پررنگترن در قضایای به اصطلاح عقلانی آقایون قوی‌ترن، در نمیدونم ماهیچه و به اصطلاح قدرت‌های عضلات و یا استخوان بندی آقایون محکم‌تره برای اینکه برای کارهای به اصطلاح شاق و اینا زندگی و اینا چرخ زندگی رو چرخوندن خلقت شدن. خانم‌ها برای مسائل دیگه مثلا خانم‌ها یک حالت توتر و یک حالت نمیدونم بحران داخلی بیشتری دارن که خب این نیاز هست که نیمه‌های شب مثلا بچه گریه کرد دیگه آقا میره حداقل یه گوشه‌ای که به اصطلاح اذیت نشه میگیره میخوابه. این خانومه که مثلا با وجود خستگی با وجود همه موارد یک دلهره‌ای درش پیدا میشه، یک انگیزه داخلی اون رو به حرکت در میاره، نیمه‌های شب بلند میشه، بچه رو خشک‌ترش میکنه، غذاش میده، میخوابوندش، با وجود همون خستگی که مثلا به مراتب شاید از خستگی آقا بیشتر باشه. این یک به اصطلاح قدرت‌ها و یک موارد کاملا طبیعی است که فطرت اینها رو در زن و مرد به وجود آورده. وقتی ما اینا رو میدونیم، وقتی اینا رو مد نظر داشته باشیم، بسیاری از مشکلاتی که در زندگی زناشویی احیانا به وجود میاد حل شده میشه. این سوال رو برای من پیش اومده باشه، شاید برای بینندگان عزیزم پیش اومده باشه که این شناخت رو چرا شما الان گذاشتید قبل از خواستگاری؟ حالا ما هنوز نرفتیم برای خواستگاری، اگر بریم خواستگاری بعداً انتخاب بشه یا حتی ازدواج صورت بگیره اون موقع مناسب‌تر نخواهد بود برای این موارد یا حتما باید قبل از خواستگاری باشه؟ اینا باید قبل از خواستگاری روشن باشه که منی که میرم ازدواج میکنم من با یک جنس متفاوت از خودم دارم ازدواج میکنم. چون که این تصورات به خصوص در محیطی که آقایون یا خانم‌ها تنها با خودشون هستن، یعنی محیط دانشگاهی که مثلا آقا پسرها تنها با خودشون رفتار دارند، از محیط خانواده دورن، یا خانم‌ها اینچنین، اینها در معرض خطر بیشتری هستند، چون که شیوه برخورد با جنس مخالف رو زیاد آشنا نیستن. در خود محیط خانه ما به اصطلاح مادر رو داریم، خواهران رو داریم، خویشای به اصطلاح خانم، خالاها و عماها و اینایی که به اصطلاح باشون برخورد داریم. ببینید ما همه اینا رو دوست داریم، اما معنای دوستی و محبت ما با مادر غیر از معنای محبت و دوستی با خواهر است. معنا و دوستی به اصطلاح من با پدر، با برادر، با پسر عمو، با عمو، همه اینا محبت هست، اما اصلا طعمش فرق میکنه. خیلی اشتباهه که شما مثلا به یک آقایی بگید که به اصطلاح شما مادر رو بیشتر دوست دارید یا خواهرتون. اصلا قضیه طعم به اصطلاح محبت مادر یه چیزی کاملا غیر از این هم محبته، غیر از طعم محبت با همسر هست، غیر از طعم محبت با خاله هست، غیر از طعم محبت با به اصطلاح خواهر هست. هر یکی طعم خودش رو داره. اصلا مگه ما خدا رو دوست نداریم؟ پیامبر رو دوست داریم، خدا رو دوست داریم، پدر و مادر رو دوست داریم، خب خیلی از غذاها رو دوست داریم، خیلی از اماکن رو دوست داریم، خیلی از بازی ها رو دوست داریم، خیلی از تفریح ها رو دوست داریم، خیلی از مسائل اینچنین، اما هر یکی طعم خودش رو داره. اینه که حتی در زبان بعضی‌ها میمونن که مثلا میگه، یه طرف میگه که من فلانی رو بهش عشق میورزم. خب حالا این عشق ورزیدن فقط مال خانم است؟ چرا که بگه که مثلا من با مادرم عشق میورزم، این اشتباهه یا نیست؟ من با دین یا با خدام به خدام عشق میورزم، این درسته یا نیست؟ خودشون افتادن توی چی؟ چرا؟ چون که میخوان قیاس کنن که این محبت، مثلا محبت خدا و رسول رو قیاس کنن با محبت همسر یا با محبت پدر و مادر، یا محبت پدر و مادر رو قیاس کنن با محبت به اصطلاح همسر. اینه که به اصطلاح وقتی که میاد به اصطلاح خانم داد میزنه که تو خواهراتو بیشتر از من دوست داری، تو مادرتو بیشتر از من دوست داری، اینجا نیازش داریم که از پیش بفهمیم که نه، هر چیزی جای خودش رو داره، هر سنگی در جای خودش ارزشمند است و هر ارزشی طعم خودش رو داره، با دیگری فرق میکنه. که دیگه من
نیام به اصطلاح تو یک معضله واقع نشم. این شناخت باید قبل از چی باشه؟ قبل از اینی که من برم خواستگاری کنم. چون اگر من این آموزش رو ندیدم، این آگاهی رو ندیدم، خب تصور کنید مثلا این شیوه تفکیر و فهم رو من باش آشنا نیستم، طبیعت هر یک رو آشنا نیستم، این باعث میشه که من تو دردسر بیفتم. ببینید طبیعتا آقایون همیشه طبیعتا وقتی با هم میشینن چه حرف میزنن؟ از دنیا میگن، از مشکلات چرا؟ میگن، از سیاست میگن و از چون مشکل هایی که خودشون دارن. طبیعتا فطرتا انسان مرد از خاک خلق شده، در نتیجه به طرف اصلش تمایل پیدا میکنه. اون چیزی که جزء مادیات و مرتبط جزء مادیات از با هم میشینیم آقا به اصطلاح خونه خریدم، بله زمین، زمین ها گرونه، نمیدونم فلان بالای شهر یه باغی بود، حالا این باغ از پدر بزرگ بود به ما رسید و خونه‌اش کردیم و فلان. اگر انسان به اصطلاح پایبند باشه، دارای فکر و اندیشه باشه، خب میاد با هم که میشینن. امروز من تفسیر ابن کثیر رو میخوندم، در آیه فلان چی بود؟ وضع سوریه بسیار وضع بحرانی است، در یمن چی میگذره، در اخبار رو شنیدی در بورمه چی میگذره، چه باید کرد؟ بیا با هم یه پروسه بذاریم که یک خدمتی به مسلمانای درمانده چین بکنیم. این حرفیه که به اصطلاح آقایون میزنن. خب در بین حرفای آقایون زن یادش میاد که زنی هم وجود داره در به اصطلاح محیط؟ خیلی کم. خب با کمال احترام و به هر محبت و عاطفه‌ای که مردا با خانماشون دارن، ولی توی محافل مردانه این چیز خیلی کم رنگه. خیلی مثلا در شرایط خاصی که طرف نزدیک ازدواج هست یا مثلا ابتدای ازدواج هست یا تولد فرزند، حتی در محیطی که بسیار ما حرف میزنیم. الان مثلا من میگم والله من داشتم میومدم، خانمم خدا حفظش کنه غذای آماده کرده بود، گفتم نه من میرم به اصطلاح سفره دل هست، به اصطلاح شکرم سیر باشه، آقای سلیمانی چپ نگاه میکنم. خب یه عرض در یک که به اصطلاح پاورقی اومد که که به اصطلاح یک خانومی هم زحمتی کشیده، خدا حفظش کنه، خدا جزای خیرش بده. خب اما زن از کجا خلق شد؟ زن از مرد خلق شد. پس زن هم برمیگرده به چی؟ به اصالت خودش. چی میشه وقتی که 4 تا زن با هم نشستن؟ حرفی کیه؟ حالا یا غیبت آقایون هست یا افتخار. عادتاً به طور عموم خانم ها به مردا افتخار میکنن. اگر مثلا شوهری داره و خوبی هایی داره، همیشه میگه که مثلا این رو آقای سلیمانی با ذوق خودشون انتخاب کردن. خب وقتی آقای سلیمانی خیلی اصرار دارن که من بیام خونه شما، اما دیگه فرصت نمیشه. یه جوری نشون میده تو این جمع که آقای سلیمانی هست که من بهش افتخار میکنم. حالا اگر شوهر نداشت، خب از پدرش، از برادرش میگه، پدر و برادری نبود، از پسر عمویی که به اصطلاح از عمو، از به اصطلاح دایی، از اینا به گونه‌ای این مرد در به اصطلاح مجالس زنانه وجود داره. اگر زنا به اصطلاح اومدن به مردان نگاه کردن و این حقیقت رو باش آشنا نیستن، چی میگن؟ شما به ما بی‌توجهید. ما وقتی بشینیم به تعریف شما میکنیم، نشده شما دهنتون نمیشکنه که با هم میشینید با هم یک کم تعریف ما بکنیم. خب چون این واقعیت رو ازش آگاه نیست. آقا هم اگر با این واقعیت آگاه نیست و گوشش افتاد، حرفا رو اینو میزنه که شما چتونه فضولید، تو کار مردم دخالت میکنید، چرا اسم مردم رو میبرید، یکم حرف مفید بزنید فلان. خب چون که با این طبیعت و فطرت آگاه نیست، خب این یه تنش به وجود میاره. اینه که ما میگیم که تبعیض همدیگر رو باید شناخت، فطرت همدیگر رو باید شناخت. همونطور که ما با این فطرت رو در قضایای فیزیولوژی با هم میبینیم و این رو قبول داریم، روش بحثی هم نیست. خب این خود به خود بر مسائل دیگه هم تاثیر میذاره. یعنی اصولا مثلا آقایون قدرت فیزیولوژی که خداوند خلقت کرده سوختشون سریعتره، قدرت سوخت در آقایون سریعتره، واسه همین زودتر گرسنه میشن، بیشتر هم میخورن. خب این قدرت سوخت که بیشتره یعنی چی؟
یعنی طبیعتا این اثر میذاره رو جسم، زودتر گرم میشن. میبینی یک کم هوا گرم شد دادشون به آسمون میرسه، زیر آفتاب اصلا تحمل نمیکنن، در حالی که داغ میکنن خیلی زود. در مقابل میبینیم که نه، اصلا گلبوله‌های قرمز خانم ها کمتره. این باعث میشه که چی؟ این باعث میشه که مثلا گرمی رو بیشتر تحمل کنن. خب مثلا ما تعجب میکنیم که خانومی در گرمی کاملا به اصطلاح حجابش رو مراعات میکنه. خب برای من شاید خیلی دیدنش شما خانم گرمیتون نمیشه؟ زیر آفتاب با رنگ زیر آفتاب با رنگ مشکی همه، اون اصلا بهانه میگه نه خیلی هوا خوبه. این مسائلی هست که به اصطلاح وقتی ما اینها رو فهمیدیم، درکش کردیم، طبیعت زندگی خیلی شیرین تر میشه. طبیعتا خیلی فهمش برای ما آسان تر خواهد شد. البته در این مورد هم یک نقطه دیگه هم باید عرض کنم که خود نحوه دین به این معنا که ما یه مقداری فکر رو هم عقل رو هم به کار بگیریم. به این معنا که مثلا وقتی ما یک ازدواجی رو میخوایم به راه بندازیم از ابتدای کار، حالا من انتخاب کردم یا خانواده انتخاب کردن، رضایت بود یا نبود، هر موردی بود، ازدواج تا وقتی که صورت نگرفته، تا وقتی که ما نرفتیم خواستگاری، تا اینجا من میتونم یک به اصطلاح انقلابی بکنم، همه چیز رو به هم بزنم. اما وقتی که من اومدم سکوت کردم، انقلاب نکردم، انفجاری رو نیفتاد و من تا دم در رفتم یا افرادی به خاطر من رفتن خواستگاری، از اینجا باید کلن دیگه گذشته رو مردم چی میگند، به اختیار من نبود، نمیدونم دلم نبود، همه اینا رو باید بذاریم کنار. الان دیگه در مقابل یک کار انجام شده و واقعیت قرار گرفتیم، بعد اونجا رو فکرشو بکنیم. الان دیگه باید عشق ساختنی است. مرغ زیرک چون به دام افتاد تحمل باید. خب عشق وقتی که ساختنی است باید عشق رو بسازیم. زندگی وقتی که مال ماست و ساختنی است باید بسازیمش. خب نمیدونم همه این موارد دیگه هم چون که ما حالت تکاملی داریم. یک نمیدونم دو تا نمیدونم چرخ بود، میخواستیم این آسیاب بیرا بیفته، یه چرخ ما داشتیم، میخواستیم از دکان فلانی یه چرخ دیگه بگیریم میدن نمیدونم ژاپنیش باشه، اما نه، برادرم پاشو تو یه کفش کرد که از دکان آقای رحیم میخرید. خب ژاپنی نبود، اندونزیشو خرید. خب حالا خریده شد، آورده شد، ما باید این آسیاب رو بچرخونیم. این رو تا قبل از اینی که این خریده بشه من میتونم داد بزنم بگم که آقا قبول ندارم، اصلا اگر قراره که از فلان دکان رحیم خریده بشه من نیستم، من رفتم. خب یه جوری حالا من چه دختر باشم چه پسر این رو به هم میزنم. نتونستم، نکردم، روم نشد، موارد دیگه ای مد نظرم بود، نمیدونم دایی عصبانی میشه، عمو ناراحت میشه، دل مادر بزرگ میشکنه، هر موردی که شد من قبول کردم یا این اتفاق افتاد، الان قضیه ساختن هست. ما میخوایم امروز بگیم که این ساختن امکان پذیر هست. این تصوراتی که به ما میدن که به اصطلاح آقا شما عاشق هم دیگه نبودید، شما هم دیگر رو نمیپسندیدید، شما نمیدونم فلان، اینا رو میبینیم که نه، اینا یک بیشترشون باد هواست. خیلی از مسائل چون که ما یک دیگر رو فهمیدیم، یک دیگر رو درک کردیم، یه مسائل عمده‌ای که اون ساختار فرد هست اون رو ما دیدیم، قبولش داریم، مشکل نداریم، اخلاقش خوبه، دیانتش خوبه، نمیدونم وضع چی، اما من دوستش ندارم. خب این یک موردی هست که دیگه اینجا وسوسه های اطرافیان نمیدونم، پس این من نیستم که حرف میزنم، این چیزهایی است که به من املا شده بدون اینکه خودم شاید احساس بکنم، حرفایی است که به اصطلاح به گونه‌ای وارد ذهن من شده، مخ عقل باطن من رو برنامه ریزی کرده، حرفای اطرافیان هست، حالا تلویزیون هست، فیلم ها هست، نمیدونم چیزی یه جایی شنیدم یا خوندم،
میگن که طرف شنیده که به اصطلاح یخ میخورند اما نفهمیدم که چه وقت میخورند. خب این مسائل باعث شده که عقل باطن من به این صورت برنامه ریزی بشه که این البته در دختر خانم‌ها خیلی قوی تر هست. این هم یکی از مسائلی است که آقایون باید بدونن. قدرت حدس و گمان در خانم‌ها خیلی قوی است. واسه همین نمیشه دختر رو یا خانم رو گول زد. به این معنا که مثلا شما میرید بسیار پیش مادر بزرگ یا مادر میگید که من دختر فلانی رو میخوام، میگه که نه. مادر مگه شما میشناسیدش؟ نه. مگه دختره رو دیدی؟ نه. مگه پدر مادرش رو ازشون چیز بدی شنیدی؟ نه. اما چی؟ نه. همین نه این به خاطر چه هست؟ به خاطر اون قدرتی که خانم ها دارن که همه قضیه رو میخونن، حدسش میزنن که چی اگر این ازدواج صورت بگیره در کل این خانواده چه اتفاقی میفته. همه رو با یه سرعت به صلاح رمش خیلی قوی یه چرخی میزنه، همه رو یکو با حدس و گمانی که داره میگه نه. این مثلا در آقایون نیست. آقایون اول میپرسن، قضیه رو حلاجی میکنن، در عقلشون چپ و راست حکایت رو نگاه میکنن، بعد از اون یک حکمی صادر میکنن. این تبائع رو وقتی ما بفهمیم اینا زندگی رو خیلی شیرین میکنه و زیباتر میکنه. اجازه بدید جناب دکتر حالا مستقیم بریم سراغ جزئیات، حالا به خاطر اینکه بیشتر از وقت استفاده بکنیم. الان روی این حالا یه سری کلیاتی رو شما به عنوان نمونه اشاره کردید، اما اگر بخوایم توی جزئیات بیشتر وارد بشیم، چون نکاتی مهمتره که یک فرد، حالا چه آقا چه خانم، مد نظرش باشه در اختلاف حالا شخصیت و یا اختلاف موقعیت، اختلاف به هر حال ذات و روح و جسم همسرش که بیشتر مهمه. ببینید وقتی که ما همدیگر رو میشناسیم، این طبایع رو میشناسیم، تحمل همدیگه خیلی آسون میشه. خب وقتی که من و محمود میریم به سرا بازار، چی میخوایم؟ محمود بریم کفش ورزشی بخریم. خب کجا میریم؟ مستقیم میریم فروشگاه لوازم بسیار کفش ورزشی. خب محمود یه چرخی میزنیم 10 تا کفش هست، این خوشگل تره. برداشتیم زیرشو نگاه کردیم، خب هدف فوتبال هست، چیزای زیر داره، محکم هست، فلانه، میشه دوختش، خب چسبی نیست. محمود این شو میدوزیم با تو آب هم میره، هیچ مشکلی پیش نمیاد، خلاص. آقا این چند؟ کمتر میشه؟ نشد، گرفتیم اومدیم. خب خیلی راحت هست، چون که ما مردیم فکر میکنیم که خانم اونو هم محموده. خب وقتی میریم بازار، خب چی میخوایم بخریم؟ حالا الحمدلله که این روزا ما تلویزیون نداریم، میتونم یه مثالی از خونه هم بزنم. دیروز ما رفتیم مثلا برای خانممون لباس بخریم. رفتیم داخل فروشگاه، از ساعت 8 صبح ساعت 10:30 اومدیم. منم خسته، این فروشگاه هم خدا بگم چیکارشون کنه، یک جایی باید نیمکتی چیزی بذارن برای آقایون که این توصیه است برای همه فروشگاهایی که میخوان موفق باشن. فروشگاه لباس، هر فروشگاهی که توش خانما میرن یک اتاق بذارید، یه اتاق استراحت برای آقایون، یه چایی بدید، خیلی بازارتون گرم میشه. اینو جدی دارم میگم. تو روزنامه تلویزیون هم اونجا بذارن. آقایون میرن اونجا چیکار میکنن؟ 2 ساعت 3 ساعتی که اونجا هستن و الان من 2.5 ساعت اونجا نمیتونم بشینم. بعد از 2.5 ساعت فکر میکنی چه اتفاق افتاد؟ اومدیم همه چیز خریده بودن مگر اون چیزی که دنبالش رفتیم. ای بابا. خب البته این برای خیلی از آقایون تکرار شده این حکایت. این برای همه آقایون تکرار میشه. این طبیعته. به نیت خرید یک چیزی حالا من عصبانی، دعوا، اینا فایده نداره. خب اینه که باید ببینیم یه خانم وقتی آیا این یه مشکل الان جناب دکتر؟ این الان من یک مرد الان مثلا دید من نسبت به این موضوع به عنوان یک مشکل باید باشه که این رو مشکلی بدونم از طرف همسرم؟ اینه که ما این حرف رو امروز میزنیم به خاطر اینه که به آقایون بفهمونیم که این مشکل نیست. این طبیعته. اینه که این خانم وقتی میره بازار، ببینید
بازار در نوشتن بازار هست. آقایون وقتی میگیم این بازار رو بخش کنید چی میگن؟ میگن بازار. زار زیاد داره دیگه. تموم شد. بازار. زود تموم میشه. بازار. خانم رو اگر بگیم که این بازار رو بخش کن چی میگه؟ میگه با یعنی همین بازار میشه 6 بخش. خب آقایون وقتی مثلا میخواد چی میخوایم بخریم؟ خیلی علاقمندن خانم‌ها به بازار رفتن، میخوادن کشش طبیعتشون هست. یعنی وقتی میرن حالا یه لباسی خریدیم، خانم به شما لباسی خریده از فروشگاه نمیدونم لباس فروشی فلان شخص، خب خوشش اومده میخواد برای خواهرش هم همین لباس رو بخره. میدونه که این لباس اول یک خیابون رو همه این بازار رو وقتی این لباس رو خرید همه یه بازار رو یه گشتی زد. اول که رفته بود این لباس رو پسند کرد اما گفت شاید بهترش پیدا بشه، کل بازار رو چرخید، گفت ارزونترش پیدا بشه، کل بازار رو چرخید، اومد نهایتا این رو خرید. بعد از احمد میگه تخفیفات هم میدونن که مثلا 3 تا بخرید فلان فروشگاه اگر 3 تا بخرید 2 تا بخرید 3 تا بهت میده، یکی جایزه میده. الان اینو میدونه قیمت پایین اومده، فلان فروشگاه تو فلان جنس ها 4 تا روغن بگیری یکی اضافه بهت میده، فلان برنج نمیدونم انقدر قیمتش بود 25% تخفیف داده. همه اینا رو میدونه و تجربهش کرد و واسه خریدن به اصطلاح لباس خودش یه روز کامل رو ضایع کرد. خب الان روز بعد شما بردید که همون لباس واسه خواهرش بخره، میخواد مثل همون باشه، باز چیکار میکنه؟ باز از سر نو به آز کل این بازار رو بخش میکنه، نقطه سر خط، نقطه سر انگار که اصلا اون حکایت رو نمیدونست که علم یکن شیء مذکورا. بعد میاد اون رو میخره یا نمیخره. حتی خیلی وقتا هست خانم‌ها میرن به بازار و دست خالی برمیگردن. خب الان راه حل چیه؟ وقتی که من این رو میدونم، من به عنوان مرد این رو میدونم، حالا هر روز عصبانی بشم، هر روز دعوا کنم، هر روز فلان، فایده ای نخواهد داشت. حق دارم اعتراض کنم؟ حقم ندارم که اعتراض کنم. یا باید احترام بگذارم؟ میخواست حالا باید یه جور دنبال راه حل باشم. خب مثلا من چیکار میکنم؟ میام میگم که خانم چی میخواین؟ خب لیستشو بده، لیستو میگیرم، یعنی یه لیست 10 مورد رو ما تو خونه میخوایم، یه آقا چیکار میکنه؟ این رو در 5 دقیقه در نیم ساعت همه خریدارو میکنه. این لیست اول به لیست نگاه میکنه، اینا همش تو فروشگاه فلانی هست، نصفش تو فروشگاه فلانی، نصفش تو، پس این فروشگاه نمیرم، میرم جایی که همه باشه. خب آقایون بیشتر خوششون میاد برن جمعه بازار که همه چیزی جا باشه، یا یه فروشگاهی که همه چیز باشه، همه چی داشته باشه. من همه رو میره و وقتی هم میره من چی میخوام؟ گفتن که نمیدونم یه دست استکان میخوایم، فوراً میره جایی که استکان هست یکی برمیداره میاد، نمیدونم فلان چیز میخوایم فلان، همه رو میره مستقیم برمیداره میاد. خب اما خانم پس من کل فروشگاه رو از اول دم در تا اون آخرش بعد نگاه بندازه، یکی بررسی کنه. شما تعجب ولی اینکه اصلا نمیخواد بخره، اصلا هدفش هم خریدن نیست. فروشگاهی هست که یک قسمتش وسایل خانواده، بازرس وزارت بهداشت، یه قسمت دیگهش وسایل مثلا لباس فروشی است. خب میری می‌بینی که دختر خانم یا چی اونجاست تو قسمت لباساست یا تو قسمت نمیدونم این وسایل خانه و اینا، میگه دخترم اینجا چی میخوای؟ میگه اومدم کفش بخرم. اینجا چیکار میکنی؟ اول همه رو یه سرچ میزنه، بعد بره به اصطلاح دنبال کفشا، اونجا باز کفشا رو یه 10 بار کفشای پسرا رو نگاه میکنه تا بره آخرش کفشو بخره یا نخره بره فروشگاه دیگه. راه حل وقتی که من این طبیعت رو دونستم یا چه کار میکنم؟ یا همینی که اول که رسیدم دنبال یک صندلی میگردم، خب میشینم و دنبال موبایلمو میگیرم، کتابی گرفتم، فقط منتظرم که کار تموم شد. وقتی تموم شد مثل شیر میرم جلوی به اصطلاح پول پرداخت میکنم، حرفم نمیزنم. خونم که برگشتیم نهار شام خبری نیست، چرا با من نگشتی تو فروشگاه نشسته بودی یه گوشه؟ حالا دیگه این هم یکی از انتظارات. یا نه، یا یه حل دیگه برای خودم پیدا میکنم که من میخرم. شما خودتون زحمت ندید، اذیت میشید، فلان میشید. وقتی این طبیعت رو من فهمیدم دیگه اینجا مشکل
درست نمیکنن. به هر حال یک راه حلی پیدا میکنه انسان. وقتی من بدونم که این واقعیت هست، با توجه به شخصیت خودم، وضعیت خودم، میتونم یک راه حلی پیدا کنم به فرموده شما که استکاک ایجاد نشه. یعنی به هر حال با هم کنار میایم، حالا به هر راهی که هست میشه مشکل حل کرد. یه موردی مثلا اینچنینیه که باید بدونمش، اینی که مثلا آقایون محبت دارن، خانم‌ها هم محبت دارن. خانم‌ها محبتشون رو میخوان به چه صورتی به نمایش بذارن؟ با همکاری. خانم‌ها وقتی یه چیزی رو می‌بینن دوست دارن، یه چیزی میخواد بشه، یه مورد اشتباهی رو میبینن، کسی نیازمند هست، کمکش میکنن. عمله. خب آقایون این مورد رو نمیپسندند که خانومی بیاد کمکش کنه. خب ما میریم خونه آقای سلیمانی، دعوتمون کرده شام. خب این اتفاقات خیلی کم اتفاق میفته. خب حالا من راه رو گم کردم، خانومم راه رو میدونه. اگر گفت که به اصطلاح اگر این کوچه رو بگیریم زودتر میرسیم، خب چون که ما 2 ساعت اینجا داریم میچرخیم، خب این رو آقا چه برداشت میکنه؟ برداشت میکنه که انگار خانمه گفت که ای نفهم، ای نادون، جی پی است کجاست؟ از من بشنو. در حالی که خانم همچنین چیزی تو ذهنش نیست اصلا. خب اینجاست که مثلا آقایون وقتی این مورد رو میفهمن دیگه ناراحت نمیشن که این جی پی اس بنده خدا از باب نصیحتش کرد، به اصطلاح قصد خاصی نداشت. اگر خانم ها طبیعت آقایون رو بفهمن که آقایون مشوره نمیخوان، خب اینجا دیگه نمیاد مشوره بده، میگه که چطور بذار که تلفنی بکنیم، این راه رو نمیدونیم ما، خب یه تلفنی کنیم ببینیم که ما فکر کنم همین دور و برا شاید باشیم، شاید دور میریم، که الان آدرس رو از گرفتیم از خونه آقای سلیمانی. چون که از خونه آقای سلیمانی آدرس گرفته شد، خانم به من نگفت که اینجا بریم، الان این برای من قابل تحمل هست، قبول میکنم. خب اینه که چون طبیعت مرد رو خانم دونست که چیکار کنه، طبیعت زن رو آقا دونست، مثلا اگر اون مشوره داد ناراحت نمیشه. خب اگر اینجا مشوره داد و آقای دعوا کرد، خب خانم ناراحت نمیشه. خب یه مورد دیگه از محبت، ابراز محبت چطوری است؟ آقایون ابراز محبتشون با فعل هست، کاری رو انجام میدن. یعنی وقتی خانومش رو دوست داره، راضی هست، میبردش مثلا گردش، پایان به اصطلاح روز جمعه میریم روستا پیش مامان بزرگ، خب یا یه چیزی میخره، یه چیز خوشمزه‌ای که میدونه که دوست دارن میخره. کل این تلاشی که آقا میکنه، جون میکنه برای رفع نیازهای خانه، برای چی هست؟ خانمش، برای خانواده و خانمش. یعنی یک نوع ابراز محبت هست. وقتی خانم‌ها بدونن که ابراز محبت آقایون با کار هست، با فعالیت هست، دیگه این بهشون عشق خواهند ورزید. خب اما در مقابل خانم‌ها میخوان که ابراز محبت آقایون نسبت به اونها با زبان باشه، بگید ای بمیرم واسط، عاشقتم، ای ماه من، ای نمیدونم فلان. خب این رو اگر آقایون انجام دادن، خانومی که تبع آقایون رو نمیدونه، خب میگه که به من عشق میورزه، منو دوست داره. اون دیگه که به اصطلاح میشنوه که پس این واسه به اصطلاح خانومش میمیره، شوهر من که اصلا به من نگفته که دوست دارم، برای من قلبی تو چی نفرستاده تپ تپ بزنه، I love you نگفته، I love you نگفته. همیشه میگه که خانم من تو راه هم چیزی میخواید، همین که من تو راه هم چیزی میخواید، این در به اصطلاح فرهنگ و لغتنامه آقایون یعنی بمیرم برات، من فدات بشم. یک دیوان شعر اصلا. خب اما خانومی که این رو نمیدونه، از تبع از فطرت آقایون این رو نمیفهمه. خب اون الان مثلا آقایی که این فطرت رو در خانم ها میدونه، حالا میتونه از این استفاده کنه.
یعنی این حرفی که ما میزنیم اینه که به آقایون نشون میدیم که با چه دیدی خانم ها نگاه میکنن که این رو مد نظر داشته باشید. همینی که میگی که به اصطلاح من تو راهم عزیز دلم، اول همون قلبه رو بفرست، خب بعد نمیدونم ماه من فلان، من دارم به سوی تو پرواز میکنم، عشقم داره منو به سوی تو میاره، تو این راه که میام چه چیزی رو امر میفرمایید که واسهتون بیارم؟ چقدر من لحظه شماری میکنم به تو برسم. این مثلا چون که طبیعت زن رو دونست، فهمید که با چه زبانی باش حرف بزنه. این خانومی که مثلا طبیعت مرد رو دونست و دید که این حرف رو نمیزنه، اون کار رو میکنه، میدونه که این کار رو ارزش براش قائل بشه. زن به این صورت به صلاح حالا بگیم گول میخوره یا نمیدونم را میفته. در مقابل مرد چی میخواد؟ مرد از زن نمیخواد که بهش بگه که بمیرم برات، قربونت برم، نمیدونم فلان، از این حرفا. هر روز قلب بفرسته، هر روز قلب بفرسته اما حرفش رو نشنوه. مرد وقتی به صلاح شیفته ی زن میشه که زن قدر کارهای اون رو بدونه، قدر شناس باشه. والله زحمت رو خیلی برای ما زحمت میکشی، همه آخ فدات بشم تو خیلی خودتو کشتی. وقتی که این حرف رو میزنه که به اصطلاح احساس بهش میده که من قدر زحمت های تو رو میدونم، من نمیدونم برای کارات، برای فعالیتات، برای اینا ارزش قائلم. جلوی بچه هاش از زحمت های پدر میگه، قدر پدر رو بدون، احترام پدر رو داشته باشید، همه برای ماست. ببین بابا از صبح رفته تا حالا خسته و کوفته میاد، بذارید استراحت کنه، همه زحمت رو کشیده واسه ما. خب این دیگه این به اصطلاح مرد میشه اسیر اون خانم. کشته اینه دیگه کنه، کشتش اصلا. یعنی اینه که ما بدونیم که به اصطلاح هر یکیمون طبیعتش چیه. یه چیز مورد خیلی زیبایی هم در بین آقایون و خانم ها هست که آقایون نحوه فکرشون، سیستم برنامه ریزی مخشون سیستم کشویی هست. به این معنی که مثلا شما یک میز دارید توش 10 تا کشو هست. خب تو ذهن آقایون همینطور مجموعه ای از صندوق هاست. مجموعه از صندوق، یعنی هر موردی جای خودش رو داره. هر کشویی تو این کشوی تو میز من قلم گذاشتم، تو کشوی پایینی به اصطلاح دفتر و موارد دیگه گذاشتم، تو کشوی پایینترش مسائلی که به اصطلاح به کارمندا مربوط میشه، تو پایینترش وسایلی به اصطلاح برگاه شخصی خودم. اینا هر یکی جای خودش رو داره، کار خودش رو میکنه، مسئولیت خودش رو داره. آقایون اینطوری هن. یعنی الان مثلا میبینی که آقا با خانومش دعوا داره، سر صداست، نمیدونم شما این کار کردی، 2 ساعت رفتیم تو فروشگاه، پدر من در اومد، خسته شدم، هی دنبال فلان. در همین الان اثنا آقای سلیمانی زنگ میزنه، سلام سلیمانی جون کجایی؟ الان دعوا و مرافع. کلا این کشو رو بست، کشوی دومی که تلفن است واسش کرد. خب چطوری قربونت برم، بیا بابا کجایی، دیر وقت ای فلان. کلا این مسئله چی شد؟ یه مسئله در همین اثنا تلفن رو که آقای سلیمانی قربون، یک تلفن دیگه اومد. تلفن دیگه کیه؟ یه آقایی که مثلا بدقولی کرده فلان، همین که برداشت ای نمیدونم آدم فلان، تو که انسان نیستی، تو فلانی، تو اومدی کار. یعنی چی شد؟ کلن هر چیزی جای خودش. آقا وقتی تو خونه است مرد خونه است، وقتی سر کار هست مرد کاره. خب خانم ها نه، خانم ها تا نحوه به اصطلاح برخوردشون کمدی است. یه کمد بزرگ همه چی رو هم ریخته است. حالا جوراب کجاست؟ باید بگردی جوراب میبینی که با پیراهن گره خورده، پیراهن با نمیدونم شلوار بچه با پوشه که نمیدونم فلان، همه چیز قراقاتی هست. سیستمشون اینطوریه. یعنی این سیستمی که تو مخ هست به اصطلاح آقایون همونطور که بسته‌بندی هست و به اصطلاح هر یکی صندوقچه خاص خودش رو داره، در خانم ها نه. در خانم ها یه عالمه از چی بهش میگن، این
نخا هست که به هم گیر خورده و نمیدونم سیم هاست که تو هم دیگه هست، هر سیمیش با همه سیما وصله. میخوام بگم که تفکیک نمیشه امور بینشون، یعنی همه چی رو به هم ربط میدن، همه چی با هم یعنی همه چی تاثیر میذاره بر همه چیز، همه چیز بر همه چیز تاثیر داره. ببینید و هر چیزی شما دارید باش حرف میزنید. خب وقتی که به اصطلاح یه مورد بسیار بزرگی هست، یک شخصی از یه روستا با یه شخصی رو از روستای دیگه کشته، بین دو روستا پدر کشتگی هست، من با پدر خانمم رفتیم اونجا برای صلح. الان من برای خانمم تعریف میکنم رفتیم اونجا، یک خادمی این کد خدا رو آوردیم، این کد خدا رو من بشه اینطوری گفتم، اون خانواده میت رو آوردیم با اونا، اینا به نمیدونم مسلح شدن، اونا مسلح، یک حالتی بود میخواست که نمیدونم جنگ بشه و فلان. بابا یکم عجله کرد. بابای من عجوله؟ یعنی این همه ی حکایت و قضیه تو این یه مورد کوچیک ظریف این رو گرفت، الان دیگه دعوا و مرافعه، تو به بابای من توهین کردی گفتی عجوله. خب اینه که به اصطلاح همه چیزا به هم ربط داره، نمیتونه تفکیک کنه، قدرت تفکیک خیلی کمه. از یک حالت به حالت دیگه انتقال شدن. دیدیم که آقایون خیلی راحت هست، دعوا داشت، در اثنای دعوای به اصطلاح چی تلفن اومد، تلفن از یک عزیزی هست، کلا همون یه لحظه عوض شد، شیوه لغتنامش عوض شد، چهرهش باز شد، نمیدونم فلان. این رو مثلا آقایون میتونن بکنن، خانم ها این کار براشون مشکل است، وقت میبرن تا این به اصطلاح از یک حالتی به حالت دیگه برگردن، نیاز به یک 10 دقیقه به اصطلاح گرم کردن موتورشون هست. مثلا دنده اتوماتن، مثلا تصور کنید که آقایون دنده دستی هر وقت بخوان سری از این دنده اون دنده منتقل میشن، آقایون اینطوری دندهشون مثلا فوراً عوض میشه، خانم ها نه، مرحله میرن تا سیستم عوض شما میبینید که مثلا شما از خونه بیرون رفتید، خب میرید سر کار، خونه به خیر و عافیت بود، تا آقا از خونه بیرون رفت، خانم بچه ها رو نمیدونم برای مدرسه آماده میکرد، این نمیدونم کفشش توی یخچال رو گذاشته، اون نمیدونم فلان چیز جورابش رو گم کرده، دیگه دعوا و مرافعه و بچه ها اذیت کردند و این الان داغ هست. خب آقا میاد بینشون هیچ موردی نیست، خب موبایلش یادش رفته، خانم موبایل منو ندیدی؟ اون جاست منو نگاه کن روی یخچاله. این دعوا با آقا نبود، خب دعوا با کی بود؟ با بچه ها. این انفعال رو نتونست کنترل کنه، با همون انفعالی که از اونجا داره اینجا جواب میده. البته جناب دکتر خیلی از آقایون هم اینجوری هستن، یعنی حالا شما میگید خانم ها شاید ذاتاً مثلا توانایی یک مرد در کنترل حالتهای روحی مختلف و برخورد با شخصیت‌های متفاوت بیشتر باشه، اما بین مردم خیلی وقتا ما اینو داریم، طرف یک جایی یک خبری میشنوه اعصابش خورده، همه به هم همینجوری کمدی میشه دیگه، اون همینجوری میریزه رو همه چیزا. این موارد به وجود میاد اما خیلی خیلی اندکه، یعنی حالت‌های استثنایی است که ما هم اون رو ذکر میکنیم که فلانی اومد سر کلاس، مثلا خانم معلمی که تو خونه مشکل داره، وای به حال روزگار دانش آموزاش. آقایی که مشکل داره چی؟ آقایی که مشکل داره غالباً تو کلاس که اومد مشکلش رو گذاشت تو خونه، تسلطش بیشتر. خیلی کم اتفاق میفته که به اصطلاح آقایون بیان کمدی باشن. اینه که ما میگیم که این موارد رو وقتی ما میدونیم، خب اینا برای ما مشکل ساز نیست، اینا میاد قضایه رو حل میکنه. وقتی که مثلا من میدونم که دید خانم ها چطوری هست، خلاص دیگه این رو میدونم که الان که به اصطلاح داد کشید سر من، دیگه نمیگم که چرا داد میکشی، مثل آدم حرف بزن، بگو موبایل روی یخچاله. نه، میدونم که این انفعال مال من نیست. کلا تحمل اون وضعیت برای منم آسان‌تر میشه، بهتر میدونم تصمیم بگیرم. دقیقاً، یعنی اینه که به اصطلاح وقتی که من طبیعت طرف مقابل رو بدونم، حالا خانم ها طبیعت مردا رو بدونن، خب تحملشون
براشون خیلی راحت هست. یعنی آقایون وقتی به اصطلاح طبیعت خانم ها رو بدونن، میدونن که چطور برخورد کنن. خانم ها وقتی طبیعت آقایون رو بدونن، میدونن که به چه شیوهی کسب کنن شوهرشون. کسب کنن. الان مثلا در همین قضیه به اصطلاح شیوه برخورد زنها با مردها، چون که در ذهن خانم ها همه چیز به هم گره خورده، هیچ جای خالی نیست. خانم ها همشون اصلا مخشون که از اساسا کوچیک هست، همه چیزو با هم پرست دارن. مسئولیت این حرف به خودتون انجام بدید. هیچ مسئولیتی در برابر حرف انجام این اهانت نیست. نه من فردا ایمیلا بیاد به من که شما هی تو هر برنامه‌ای دارید میتوپید به خواهران. نه این برداشت اشتباه نشه. این اصلا یه مثلا حالا هارد دیسکای قدیمو که دیده بودین، مخ آقایون مثل هارد دیسک قدیم هست. وقتی 2 GB هست، این حجمش این قدی هست. مخ خانم ها مثل هارد دیسک های جدید هست، 2 جیبیش 2 جیبی هست، اما حجمش این قدیه، مدرن تره. خب اینه مثلا که مثلا وقتی ما میگیم که همه چی چرا خب کوچیک‌تر شد، همه چیزو به هم پرس دادن. مخ آقایون یک قسم، ببینید شما میبینید که آقایی نشسته، خب خانمش میاد چیکار میکنی؟ هیچ. امکان نداره شما خانمی رو ببینید که هیچی بکنه، بیکار باشه. یعنی هیچی وجود نداره. در اصلا آقای نشسته، خب یک ریموت کنترل دستش هست، تلویزیون نگاه میکنه، هی شبکه عوض میکنه. دنبال چی میگردی؟ هیچ. طبیعیه. یعنی خیلی از آقایون اینطوری هستن. خب این اصلا زن رو دیوونه میکنه، چون که اصلا در مخش چیزی به نام جای خالی وجود نداره، چیزی به نام هیچی وجود نداره. دیوونه ای؟ هیچی یعنی چی؟ خب اینه که الان میفهمه، زنی که میفهمه مرد اینطوری است، خب قضیه براش محلول هست. واقعا اون صندوق خالی رو داره میگرده دنبالش. وقتی که مرد میدونه که زن این رو اصلا تصور نمیکنه، میدونه که نباید بگه هیچی، خب اینجا باید مرد عاقل دیگه دنبال چی میگرده؟ دنبال جوابی برای کسی میگرده که هیچی رو نمیفهمه، تعریف شده نیست تو قاموسش. دقیقاً مثل این که مثلا وقتی ما با یک بچه حرف میزنیم، آیا ما بهش بد میگیم، اهانت میکنیم؟ نه، ما میدونیم که با دختر با چه قاموسی حرف زد، با چه لغتنامه‌ای حرف زد، با پدر با چه لغتنامه‌ای حرف زنیم، با عمو، با بزرگتر، با کوچیکتر. این رو باید یاد بگیریم که بین خانم ها و آقایون هم یه لغتنامه خاص هست که اینجا من نباید بگم هیچی، چون که خانم نمیتونه تصور کنه که یک موجود زنده‌ای میشینه جلوی تلویزیون یا میشینه تنها هیچی فکر میکنه. باید یه کاری بکنی، یه کار مفید باید بکنی، هیچی اصلا تعریف شده نیست درش. خب این اگر اجازه بدید جناب دکتر، حالا چون که شاید بحثمون طولانی شد و ممنون شما بینندگان عزیز میان برنامه ببینیم تا قبل از اینکه خواهران کانال رو عوض بکنن، فضا رو عوض کنیم، برمیگردیم ان شاءالله که صحبتی که مطرح میشه هیچ عزیزی آزرده خاطر نخواهد شد، چون هدف بیشتر شناخت شخصیت و فرد است و در ابتدا هم موضوع کاملا مشخص و واضح بود در دین مبین اسلام و در اعتقاد و باور ما. مسئله زن و مرد و بحث زن بودن و مرد بودن خیلی زودتر از اینها حل شده که اصلا نیازی باشه ما شما در این باب مجال بکنیم. گهگداری حالا من با جناب دکتر مزاح میکنم به خاطر اینکه موضوع خسته کننده نباشه برای شما عزیزان. شما این مورد هم حرف شما رو قطع کنم، این مورد هم بگم، اصلا کل اینی که شما میفرمایید که آزرده خاطر نشید، این یعنی آزرده خاطر بشید، چون ما چیزی نمیگیم که قضیه به اصطلاح آزرده خاطر باشه. اینجا ما داریم به اصطلاح توصیف میکنیم که به اصطلاح ویژگی های ماه اینه، ویژگی های خورشید اینه. خب در نحوه برخورد با ماه چطور تعامل ما با ماه چطور باشه، تعامل ما با خورشید چطور باشه و ماه همچنان ماه و خورشید هم همچنان خورشید. تشکر میکنم جناب دکتر. میام برنامه میبینیم، برمیگردیم ان شاء الله ادامه این موضوع رو به هم به شما عزیزان ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید. خیلی خیلی ممنون. ha
زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي، وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي، وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا، والود والإخلاص والإيمان.
با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با موضوع قبل از خواستگاری. انشاءالله برسیم به خواستگاری. فعلا قبل از خواستگاری جناب دکتر نکاتی رو مطرح فرمودن درباره تفاوت‌های بین زن و مرد که جوانان عزیز دم بخت، چه خواهران و چه برادران، شناخت این نکات براشون کمک خواهد کرد تا در راه زندگی با همسرشون بهتر بتونن که از احساسات و عواطف و فضای زندگیشون لذت ببرن و بهتر بتونن که زندگیشون رو اداره کنن و کنترل بکنن و مدیریت کنن. چرا که به هر حال نکاتی هست که اینها رو ما در مسیر زندگی خیلی وقتها اصلا حتی چند سال هم از زندگیمون گذشته اما دقت نکردیم بهش و دیدمون نسبت به همسرمون همون دیدی بوده که نسبت به همکارمون یا همون دیدی که نسبت به یک دوستی رفیقی از همجنس خودمون داشتیم. دوستی داشتیم، دوست مردی داشته و خانمی هم خواهری باش دوست بوده و فکر میکرده که همسرش هم رابطه دوستی و رفاقتش این گونه باید باشه. به نکاتی جناب دکتر اشاره فرمودن که مهم هست اینها رو ما مد نظر قرار بدیم و با شناختش بهتر بتونیم که عکس العمل مناسب رو در زمان مناسب و وقتی که تقاضا میکنه انشالله داشته باشیم. جناب دکتر ادامه آنچه که داشتیم صحبت میکنیم با شما. ببینید مثلا یه موردی هست که اگر ما ندونیم چی رو ندونیم؟ از به اصطلاح ویژگی‌های خانم‌ها و آقایون، خیلی وقتا میشنویم که آقایون خانم‌ها رو به اصطلاح متهم میکنن که شما حواس پرتی، حواست نیست. خب آقایون چون که نمیدونن که طبیعت زن یه طبیعت بسیار قدرتمندی هست. خب به چه معنا؟ به این معنا که این به اصطلاح ماهواره زن یا این نمیدونم گیرندش بسیار قوی است. در یک آن 100 تا کانال میگیره، در حالی که آنتن آقایون یه آنتن قدیمی است که فقط همون شبکه یک رو میگیره. اینه که چند تا شاخه داره اینجوری. هرچه این شاخه‌اش زیاد هم باشه هیچ مهم نیست، همون یه شبکه رو میگیره. مثلا شما میبینید که شما نشستید با خانم حرف میزنید، غذا میخورید، میبینید که وقت شما اصلا میدونید که چی داره میگه، چی میگذره، حواست روی همون یه نقطه است، شبکه یک. خانم چی؟ خانم کل منطقه رو داره زیر پوشش گرفته. خب میگه من متوجه نشدم. چرا متوجه نشد؟ چون که 2 کیلومتر اونورتر یه آقایی با خانمش نشستن در مورد مادر خانمشون حرف میزنن، دعواست و حرف است، این از اونجا داره میگیره. خب چون که من مثلا این طبیعت رو در زن نمیدونم، میگم که مثلا فضولی، به تو چه، کجایی، به من توجه نمی کنی، داریم با هم حرف میزنیم، مگه من چی هم خیار سردم جلوت. خب اگر بدونم که نه این طبیعتش هست و این طبیعت چه قدرت هایی به زن میده. ببینید شما در خونه هستین، خانم چیکار میکنه؟ داره لباس میشوره، غذا درست میکنه، بچه رو داره املاشو میگه، تلفنش با خواهرش داره حرف میزنه، مواظب اون بچه دیگه هست که به اصطلاح داره بازی میکنه، 10-20 تا کار رو سفره دلم داره میبینه، سفره دل هم داره تماشا میکنه، 10-20 تا کار رو در آن واحد انجام میده. خب بیا آقا داره تلویزیون تماشا میکنه، سفره دل تماشا میکنه، هیچ وقت خانم چون که میدونه آقایون یه دندن به اصطلاح نمیتونن همه رو پوشش بدن، هیچ وقت نمیاد بگه که شما که داری تلویزیون نگاه میکنی مواظب بچه هم باش. میدونه که این آقا یا مواظب بچه است یا اون کار دیگه انجام میده، نمیتونه. واسه همینه که هیچ وقت نمیبینی یک مادری روی شوهرش به اصطلاح اعتماد کنه بچه رو بذاره پیش اون و اگر بچه رو گذاشت پیش آقای سلیمانی به همسایه میگه نرگس خانم مواظب باش، من رفتم نمیدونم درس قرآن و بچه تنها گذاشتم، باباش هست. یعنی اصلا باره عددی حساب نمیکنه. چرا؟ چون میدونه که طبیعت اما مردش این اینطوره. طبیعت اینه. واسه همینه که مثلا خب
هر طبیعتی مزایای خودش رو در جایی میتونه داشته باشه، در جای دیگه نه. حالا مثلا میای همین بیا ببین که بیشترین تصادف هایی که صورت میگیره 70% یا هر دو تا طرف خانمند که شاخ به شاخ شدن، یا یه طرفش حداقل خانم هست. برای چی؟ برای اینکه مرد وقتی رانندگی میکنه حواسش کجاست؟ رانندگیش. بچه ها سر صدا میکنن تو ماشین، بچه ها ساکت باشید من دارم رانندگی میکنم. حرف بچه ها چه ربطی به رانندگی تو داره؟ اما نه، تمرکز من به هم میخوره. تو یک خانم چیکار میکنه؟ وقتی رانندگی میکنه کل شهر رو داره میبینه و یه جزئی از دیدش رانندگی هست. در اثنای رانندگی میخواد همون کارهایی که تو خونه کرده رو انجام بده. مثل گوگل ارت عکس میگیره از در دیوار، از در و دیوار عکس میگیره، همه جا رو به صورت تو. بعد در عین حال مواظب داخل ماشین هم هست، اون گوشه شیشه صبح خوب تمیز نشده، اوف این ورا باش که این هم بچه ها دست زدن، کثیف پشت سرش رو هم میبینه که بچه ها دارن چیکار میکنن. همه اینا رو وقتی میبینه دیگه این مردای خشن بی‌مروت هم که تو خیابون اینا اصلا کلا همه دشمن زنها هستن. اینو الان ما اگر بیایم به اصطلاح ببینیم بگیم که این خانم فضول هست، نه، طبیعتش اینه. دید خانم ها یه دید تفصیلی است، دید آقایون یک دید راست هست. یه چیز رو به اصطلاح تمرکز میکنن، انحصاری توی منطقه خاص. توی یک چیزی شما مثلا میرید، شما رو میفرستند که آقا میخوایم یه برنامه‌ای برای عید ضبط کنیم، فلانی باغ خوب داره، برو ببین همین نخلستانش مرتبه، برای به اصطلاح میشه اونجا نشست، برنامه‌ای بذاریم چند نفر بشینیم یک برنامه‌ای ضبط کنیم. شما که میرید اونجا فقط زمین رو تماشا میکنید، میبینید یه جایی هست که میشه رو سبزای خوبی هست. خب برمیگردید وقتی ازتون میپرسن چطور بود؟ خیلی خوب بود. چطور خوب بود؟ یه جایی خوب بود میشه نشست. خب اون وقتی ما اونجا بشینیم درخت‌ها سایه‌شون رو ما میفته یا نمیفته؟ من اصلا توجه نکردم درخت بود یا نبود. درخت‌های خرما بیشتر بود یا درخت به اصطلاح پرتقال و انار و اینا؟ من انار رو ندیدم، خرما رو هم ندیدم، درخت بود دیگه. حالا چه درخت بود متوجه نشد. حالا یه خانم بفرستیم، خانم که برمیگرده حالا بپرسش که چطور بود، میگه که این 5 درخت خرمایی که دست راست هست اینا خب سایه‌شون این ور میفته، این طرف که یه درخت انگور بود خب سایش خوبه که رو ما بیفته آفتابو میگیره، اون ور نمیدونم گلای خوب خوشگلی داشت. کل این رو، کل محصولات باغ آمار میده، همه رو اندازه‌شون رو رنگاشون و فلان همه رو با یه دید گرفت. خب وقتی من میدونم که به اصطلاح خانم اینطوری هست، خیلی به اصطلاح همه چیز رو میگیره دیگه. نمیام وقتی که اومد خونه به اصطلاح رفتیم خونه فلانی مهمونی و برگشتیم دیگه، نمیام وقتی که گفت که به اصطلاح همین فرششون رو تو بچه زده بود قسمت فرششون سوخته بود، خب دیگه نمیگه، دعوا نمیکنم که تو فضولی چه کار به فرش مردم داری. اون با دقت فرش رو نگاه نکرد، اون یه دید که زد همه عکس گرفته شد، الان همه گوشه کنارشو میبینه. 20 مگاپیکسل. وقتی که توجه کردید وقتی مهمون میاد، مهمون که رفت خانم میپرسه که غذا چطور بود؟ جواب آقا چی هست؟ خوب بود، خیلی خوب بود. چطور خوب بود؟ کسی چیزی نگفت، همه رو خوردنم بس خوب بود. متوجه نشدی آش یکم شور بودا، ماهی خشک پخته بود، فلان چیز گوشت کم پخته بود. واسه همینه که هرگز شما نمیبینید که خانومی از غذا لذت ببره. هر خانمی هم تو میهمانی فکر میکنه که میهماناش نخوردن غذاش بد، از خودش چی دلهوره داره. این دلهوره باعث چی میشه؟ این باعث پیشرفت میشه. همیشه میبینی خانم‌ها رشد میکنن، در هر کاری که میکنن پیشرفت میکنن، یه چیز جدید یاد میگیرن. آقایون همون چیزی که مثلا 10 سال پیش یاد گرفتن همونه، نمیخواد اصلا عوضش کنن. خب
وقتی که مثلا میبینی که این در جای دیگه هم میره غذا میخوره، عیب و ایرادای غذا رو در یک دید میزنه. همه چیز. آقا میره غذا میخوره، بعد بپرس که چی خوردی؟ غذا. چی بود؟ چی دادن؟ غذا بود دیگه. یکی دو تا از اقلامی که رو سفره است یادش میاد. یک به اصطلاح ماهی سرخ کرده بودن، یه برنج هم بود. الان ببین کل غذا رو خانم بیادش میندازه. سالاد هم داشتن؟ بله سالاد هم بود. خورش چی؟ خورش هم بود. یه خورش چی بود؟ خورش بود دیگه. خب خورش به خورش با گوشت مرغ بود. یعنی اون چیزایی که اصلا توجه نکرده الان میتونه خانمش که اونجا حضور نداشته با همون حدس و قدرتی که داره، خب میشه سفره رو وصف میکنه، آقا فقط تایید میکنه یا انکار میکنه. خب در غیر این صورت حالا فقط همون که غذا خوب بود دیگه، وصفی دیگه ای براش نداره، توصیف دیگه ای یاد نداره. اینه که این مسائل نه علامت فضولی هست، نه علامت بی‌توجهی هست. خب طبیعت هست. وقتی آقا مثلا عصبانی هست، ناراحته، وقتی میاد خونه چی میخواد؟ آرامش. میخواد یه گوشه آرام باشه، تنها بشه، کسی کاری به کارش نداشته باشه. خانم وقتی فهمید که این طبیعتش مرد هست دیگه نمیاد مو دماغش بشه. اما وقتی نمیدونه چی شده؟ هیچی. کسی حرفی زده؟ نه. کسی بد گفته؟ میذاری من یک لحظه راحت باشم؟ چیته؟ دعوا شروع میشه. اما اگر آقا بدونه که نه خانم طبیعتش اینطوری است، دیگه دعوا نمیشه. یا اگر خانم دونست که آقایون اینطوری هستن، دیگه نمیاد کاری به کارش نداره. میدونه که ناراحته. وقتی که فرد به مرد ناراحته فکر میکنه آرامش میخواد، با صدای سکوت فکر میکنه. خانم ها وقتی فکر میکنن ناراحتن چی میخوان؟ میخوان با صدای بلند فکر کنن، حرف میزنن، ور 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 حرف میزنه، شکایت میکنه، فلان شده علان شده. اگر آقایون ندونن طبیعت خانم ها دعوا میکنن، بابا سر صدا رو انداختی. اما اگر بدونن چیکار میکنن؟ میان گوش میکنن. حالا اصلا براش مهم نیست این حرف، گوش میکنه. چرا خانم ها تفصیلا میخوان که از همه چی بگن، دنبال راه حل نیستن، نمیخواد که شما دخالت کنید یه چیزی بگید. این میخواد که فقط خودش رو خالی کنه، میخواد که اون موردی که هست اون رو بیان کنه. دنبال 2 تا گوش خالی هست، شما اون 2 تا گوش خالی رو بهش بده. میخوای خودت یه موردی هست توش فکر میکنی فلان، این فکرتو بکن، اما حواست باشه که اینجا به صورت کسی داره حرف میزنه، در این حالی که حرف میزنه بهش برسون به صورت که متوجه هستی. همین مریم خانومی که گفتی که همکلاسی ابتداییت بود، همینو دارین میگین؟ بله بله خودش بوده، اصلا اون قدیما ما خیلی با هم دوست بودیم، اما بعد از اینکه ازدواج کرد دیگه این بسرا اون بسرا شکایتی که میخواد بکنه رو میکنه. وقتی که شکایتش تموم شد راحت میشه. اگر نگذاشتی دیگه، چون که ندونستی که چطور با این مورد برخورد کنی، دعوا درست میشه، تو به من اهمیت نمیدی، میری سر کار با دوستات خوبی میخندی فلانی، اینجا که اومدی میشه ابوالحال. اگر خانم ندونست طبیعت مرد چطوره، میاد دعوا را میندازه که چی بیرون با دیگرها حرف میزنه، اینجا که اومدی سق و طق و مرغ مثلا نشستی واسه من، بیرون که رفتی بلبلی، اینجا که اومدی خفه خون میگیری صدا در نمیاد. خب این مسائل وقتی که به اصطلاح شناخت باشه، از طبایع یکدیگر رو بشناسیم، نیازهای یکدیگر رو بدونیم، فرق و ویژگی‌های یکدیگر رو بدونیم، این مسائل دیگه خیلی راحت میشه، خیلی راحت. و چون که همدیگر رو شناختیم، پس وقتی که ما ازدواج میکنیم یک به اصطلاح کسی رو میگیریم که به ما تکامل بده، نه یک کسی که ما باش در رقابت باشیم یا به اصطلاح مثل ما باشه. نه اینطوری نیست.
خیلی ممنونم جناب دکتر. در 1-2 دقیقه اگر به عنوان سخن آخر با بینندگان عزیز چیزی برای گفتن دارید که ما کلا بحث رو جمع کنیم در برنامه امروز. فقط همین نقطه رو که ما مثلا امروز روش تاکید داشتیم، اینی که تنها اینی که من میخوام ازدواج کنم، یک نمیدونم یاری رو میخوام در کنار خودم داشته باشم و رفتم خانه به اصطلاح خانواده رو باش آشنا شدم، با نمیدونم اخلاقشون، دیانتشون، انسانیتشون، خوبی هاشون، همه رو منو پسندیدم، اونا پسندیدن، این کافی نیست. این مواردی که به اصطلاح خیلی خیلی مهم هست در شناخت همدیگر، در شناخت اینی که ما میخوایم یک کلبه رو با هم بسازیم، میخوایم یک نوع تکاملی به وجود بیاریم، میخوایم که یک به اصطلاح کیان واحد باشیم. اینجا دیگه منیت حذف میشه، ما میشیم. پس این ما باید همدیگر رو بشناسیم. این اختلافاتی که هم وجود داره، تبعیضی که ما با هم داریم، این هیچ بیانگر این نیست که ما از همدیگه یکی از دیگه بهتره یا بدتره. نه، اینا یه مواردی هست که خلقت الهی اینطوری هست که خداوند متعال ما رو اینطور آفریده، ما همدیگر رو بشناسیم، در کنار همدیگر لذت میبریم از زندگی، میتونیم یه زندگی درست بسازیم، میتونیم یه خوشبختی رو خودمون بسازیم. اما اگر این موارد رو ندونستیم، اینه که دیگه 2 روز بعد از ازدواج من به اصطلاح تصور میکردم که ازدواجی که میکنم با یک تبعه و از خصلت‌های مردی مثل خودم در شکل زن میخوام، که این وجود نداره. خانمه هم یک به اصطلاح مردی میخواست با خصلت‌های زنانه‌ای که اون میشناسه، که دوستش اینطور بود، با اون سالها طی کرد، اینجا میبینه که این وجود نداره، یه چیزی دیگه است. اینه که به اصطلاح فکر میکنه که شوهرش اخمو هست، فکر میکنه که شوهرش بهش اهتمام نمیده، فکر میکنه که شوهرش به اصطلاح اصلا بهش بها نمیده، دوستش نداره، فلان این حرفا. این مسائل رو وقتی ما بشناسیم، میدونیم که معنای محبت چی هست، میدونیم معنای ساختن یک خانواده چی هست، میدونیم که چطور در کنار همدیگر رو بسازیم و تحمل کنیم. خیلی ممنونم جناب دکتر، استفاده کردیم از فرمایشات زیبای شما و انشاءالله که هر اون چیزی که گفته شد رو به همراه بینندگان عزیز بتونیم که در زندگی مد نظر داشته باشیم و انشاءالله در ادامه مسیر باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. ما تازه در ابتدای راه بحث خواستگاری هستیم، هنوز قبل از خواستگاری بودیم، خواستگاری و بعد از خواستگاری و دوره نامزدی و عقد و همینطور انشاءالله مسیر رو تا جایی که بقا و لقا مقدر باشه انشاءالله به همراه شما عزیزان ادامه خواهیم داد. تشکر خاص دارم از شما جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. تشکر از شما همه عزیزان و بینندگان محترم که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید و از احمد جان و از فرید و منیر احمد عزیز و محمد جان عزیزانی که پشت سر تلاش میکنن هم تشکر میکنم. انشاءالله در برنامه بعد مسیر رو به همراه شما عزیزان ادامه خواهیم داد و تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیر. شکر الله لکم. اهلا و مرحبا.